سلام دوستان، توی این ویدیو میخوام در مورد نحوه پر کردن خودکار خونه ها توی اکسل صحبت کنم. برای مثال شما میخواید که تمام این ستون به صورت این کلمه در بیاد. کافیه رو اون کلمه مد نظرتون کلیک کنید، حالا مثلا اولی، دومی یا هر کدوم که خواستید، و بعد رو این قسمت دبل کلیک کنید. به این صورت ببینید از اینجا به پایین شد. حالا مثلا من اینجا یک کلیک کنم، به این صورت پر میشه. و یا مثلا اینجا میتونیم دوباره همون حالت رو امتحان کنیم، اینجا 67 شد. و یا اینجا. در مورد ماه‌های سال هم اگه دبل کلیک کنیم به صورت منظم خودش اینا رو تنظیم میکنه. و یا روزها، تاریخ هم به این صورته.